بچه‌ها به ویدیو خوش اومدید. به اولین ولاگ کانال تابز خوش اومدید. این از همونجایی از تایتل ویدیو فهمیدید نمیشونم ولاگ سفر به زنجان. میخوام به زنجان سفر کنیم. الان چند دقیقه دیگه میخوام به زنجان سفر کنیم. قبل که بریم سراغ ویدیو، این ویدیو رو حتما لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید، آیدی روبیکان بالا میاد برید اونجا جوین شید و بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. بچه‌ها بالاخره حرکت کردیم به سوی زنجان. حتما این ویدیو رو لایک کنید. کم خستم، دلم میخواد بخوابم ولی نمیتونم. حتما نمیتونم. الان بچه‌ها گوشتم یه چیپس بزنیم و شال و شب توی راه من شب شده. بچه‌ها ببخشید صدا اونجا نمیشد، یعنی صدا بچه‌ها اینجا هم خوابم میمد هم گوشتم بود و چی دیگه ببینیم چی میشه. بچه‌ها الان وسط راه یه جا نگه داشتیم، رفتیم یه غذایی بخوریم و یه استراحت ریزی هم بکنیم و یه اینیم کی میرسیم. فکر کنم 1-2 ساعت دیگه برسیم. بچه‌ها الان ساعت بالاخره رسیدیم. الان ساعت 1 شب. فردا صبح میبینمتون. برو بریم برای فردا صبح میبینمتون. سلام بچه‌ها، الان صبح دیشب رسیدم. واقعا اینقدر خوابم رفتم خوابیدم و صبح بالاخره بیدار شدم. الان ساعت 9. خدای باقایی پشتم حالا اینجا یه ذره بد شده. پشتم یه باقایی هست بچی در حاله تا بازیم. یا اول فصل برو یا علی. خیلی تا بخفنیه. نمیتونم حرف بزنم خودم. یا اول فصل قد به خفنه. آجی اینا رو نگاه کن، گربان تو من دیدن دارم فرار میکنم. بچه گربان پیشی وایسا پیشی. اون یکی با وجود تره نگاش کن داره این حالا داره هم میفته پیشی بیا پیشی. اون یکی کجا رفت؟ اون یکی داره میره. صابونه جیگر خورده داره عشق. بچه ها با دوستان رفتن دوچرخه سواری جیگه میخ رفت ها شاقه رفت یعنی اینقدر دربارا. من دوچرخه سواری که من نتونستم از اونجا فیلم بگیرم یه شهرمنده، ولی عجب دوچرخه سواری کردیم در حد لالیگا. بچه ها من رفتم بازار زنجان رفتم بهتون نشون بدم. من متاسفانه صورتم میشه زد بعد ببخشید. متاسفانه ویدیو رکورد نبوده. فکر کردم ویدیو رکورد بوده، من اصلا رکورد نبوده. ولی یه چاقو مشتی خریدیم. چه چاقویی. الان هم ساعت 5 برامون رفته. بچه ها اینا از بود این ولاگ سفر زنجان. حتما ویدیو رو لایک کنید و خداحافظ.